بازگشت گرگ‌های وحشت از عصر یخبندان، شاهکاری از علم و فناوری. آیا تا به حال تصور کرده اید که گونه‌های منقرضه شده روزی دوباره در طبیعت دیده شوند؟ پروژه‌های شگفت‌انگیز به تازگی توانسته یکی از گونه‌های افسانه‌های عصر یخبندان، یعنی گرگ وحشت، را به زندگی بازگرداند. این دستاورد نه تنها دنیای علم بلکه تخیل و کنجکاوی بشر را نیز متحول کرده است. در این ویدیو داستان این بازگشت باورنکردنی و جنبه‌های علمی و اخلاقی مرتبط با آن را کشف خواهیم کرد. با ما همراه باشید. گرگ‌های وحشت یا direwolves موجوداتی بودند که حدود 10 تا 13 هزار سال پیش در آمریکای شمالی میزیستند. این شکارچیان با اندازهای بزرگتر از گرگ‌های خاکستری امروزی، آرواره‌های قوی‌تر و قدرتی فوق‌العاده برای شکار در راس زنجیره غذایی قرار داشتند. اما با پایان عصر یخبندان و تغییرات زیست محیطی، این گونه منقرض شد و تنها فسیل‌هایی از آن باقی ماند. دانشمندان با استفاده از دی‌آن‌ای استخراج شده از فسیل‌های باستانی و تکنیک مهندسی ژنتیک پیشرفته‌ای به نام ویرایش ژن کریسپ موفق شدند صفات ژنتیکی این گونه را بازسازی کنند. سپس با پیوند این ژن‌ها به دی‌آن‌ای خویشاوندان نزدیک مانند گرگ‌های خاکستری، موجودات جدیدی خلق کردند که شباهت زیادی به گرگ‌های وحشت اصلی دارند. این پروژه فراتر از یک موفقیت علمی، پرسش‌های عمیقی را درباره مسئولیت انسان در برابر طبیعت و اخلاق زیست محیطی مطرح می‌کند. از یک سو، بازگرداندن گونه‌های منقرض شده می‌تواند به حفظ تنوع زیستی و بهبود اکوسیستم‌ها کمک کند. از سوی دیگر، ممکن است تأثیرات غیرقابل پیش‌بینی روی طبیعت داشته باشد، مانند برهم زدن تعادل گونه‌های فعلی یا حتی خطراتی ناشی از بازگشت شکارچیان بزرگ. بازگشت گرگ‌های وحشت، نمادی از قدرت علم و توانایی بشر در مقابله با چالش‌های زیست محیطی است. اما این دستاورد باید با احتیاط و آگاهی از پیامدهای احتمالی همراه باشد. در آینده‌ای که تکنولوژی به ما اجازه می‌دهد طبیعت را بازسازی کنیم، مسئولیت ما در حفظ تعادل و هماهنگی با محیط زیست بیش از همیشه خواهد بود. اگر این داستان شگفت‌انگیز شما را تحت تأثیر قرار داد، لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید. همچنین برای دریافت ویدیوهای جذاب بیشتر در زمینه حقایق طبیعت، حتماً کانال ما را سابسکرایب کنید.